سفری کاری رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان یادگار فیض و وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان جمعه دلیر شوفقیر از دهه دورافتاده شاشبواد ناحیه рошткалъа آغاز یافته به سبب زیاد بودن انشاءات تعیینات اجتماعی تا رسیدن به جماعت‌های دهاتی به نام قربانشاه گدالی و توسیون علاقه شام فرا رسیده بود. صرف نظر از فرا رسیدن شب ساکنان دهه رزرو جماعت دهاتی توسیون اعضایان گروه کاری را صمیمانه و با یک دلگرمی خاص به مردم این وادی استقبال گرفتند. در اینجا خط آب نوشاکی را افتتاح نمودند که آن با کمک مالی ریاست شویتزاریا عاید به رشد در همکاری با برنامه جانبداری انکشاف اجتماعی مناطق کوهستانی بنیاد آقاخان بنیاد کرده شد. درازی این خط نوشاکی زیاده از 6 کیلومتر بوده، برای بنیاد آن بیشتر از 2 میلیون سومانی مصرف شده است. در این دهه 35 خانواده زندگی میکنند که من بعد هر یکی از اینها از پیش درشان آب میگیرند. رئیس ولایت از ساکنان دهه برای درمانی معذرت خواسته اظهار داشت که نقشه کاری آنها را ساکنان دهات بالایی ناحیه рошткалъа به تأخیر گذاشتند. هرچند برای افتتاح انشاءات نوبنیاد جماعت‌های دهات سجد و برواز و مرکز ناحیه وقت زیادی مصرف نشد، اما ساکنان این دهات نگذاشتند که ما زود آنها را ترک کنیم. به این هم حق داشتند، زیرا آنها در دهات دوردست زندگی میکنند و نه همه وقت امکان چنین ملاقات و صحبت ها را دارند. مسئله های حل نشده در دهات بالایی ناحیه рошткалъа هنوز از دوران شوروی زیاد باقی ماندند و موثر موضوعهای گوناگون مبادله افکار نمودیم. رئیس ولایت ساکنان دهه رزرو و در سیمای آنها تمام ساکنان ناحیه рошткалъа را تبریک کرده اظهار داشت که روز پرچم دولتی یک روزی هست که در آن شهروندان تاجیکستان بار دیگر گذشته و امروز حیات خود را تحلیل و بررسی میکنند و برای آینده اینه که ملت نیت و نقشه ها تهیه مینمایند. رئیس ولایت گفت که با تقاضای وظیفه قبلی هم در کمیته کمسمال به جماعت دهات توسیون زیاد سفر کردم و قریب با اکثر ساکنان کلانسال این جماعت شناس هستم و از مشکلات اجتماعی آنها نیز آگاه هستم. کوشش میکنیم که با کمک حکومت جمهوری، شریکان رشد و البته همکاری خود شما در آینده نزدیک این مشکلات را هرچه بیشتر کاهش دهیم. گروه کاری سفری خود را ادامه داده به دهه بارتافدم آمدند. در اینجا نیز ساکنان دهه صرف نظر از هوای سرد آنها را بی‌صبرانه انتظاری میکشیدند. ساکنان این دهه نیز سالها باز به سبب نداشتن دسترسی به آب نوشاکی با مشکلات زیاد روبرو میشدند. با دستگیری مالیوی وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان، شرکت پامیر انرژی امروز آب از مسافت 7.5 کیلومتر به در خانه‌شان آمد. اکنون 24 خانواده این دهه شب و روز به آب پاک دسترسی پیدا کردند. رئیس ولایت یادگار فیض به وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آب جمهوری با شرکت پامیر انرژی که هر دو با دستور پیشوای ملت سرپرستی این ناحیه را بر دوش دارند منتداری بیان کرده اظهار باوری نمود که دیگر وزارت و کمیته‌های نزد حکومت جمهوری از چنین ابتکار خیرخواهانه عبرت گرفته در آبادانی شهر و ناحیه‌های به آنها وابسته نقش ارزشمند خود را خواهند گذاشت. بعد افتتاح خط آب نوشاکی دهه بارتافدم هیئت گروهی کاری به دهه خیدورچف جماعت دهات به نام قربانشاه گدالی آمدند. در اینجا نیز خط آب نوشاکی از دامن کوه در مسافت نزدیک به 10 کیلومتر به حوالی 57 خانواده این دهه آورده شد. خبرنگاران تلویزیونی بدخشان یک روز قبل این شبکه نوی آبرسانی را به نوار گرفته بودند و حالا امکانیت دارند محل ساختمان آن را به شما پیشکش کنند. این پروژه نیز مطابق یک شرطنامه حکومت کشور و ریاست شویتزاریا عاید به رشد و همکاری در عمل تطبیق کرده شد. در عملی سازی این لایحه برنامه جانبداری انکشاف اجتماعی مناطق کوهستان و پودرچی جمعیت دارای مسئولیتش محدود سامان اینترنشنال سهم ارزشمند گذاشتند. رئیس تشکیلات دهه خیدورچف رحیم جان پیشنبه گفت که خود جامعه نیز در تطبیق این لایحه سهم کلان گذاشت. لایحه عملی شده به تمام معیارهای قبول شده ساختمانی ساخته شده است و ساکنان دهه امیدوارند این شبکه آبرسانی به آنها 100 ساله ها خدمت خواهد کرد. اما باز برمیگردیم به مراسم افتتاح خط آب نوشاکی. از این آب در برابر ساکنان دهه همچنین مؤسسه تعلیمی و مرکز رشد کودکان نیز استفاده خواهند برد. رئیس ولایت ساکنان دهه را به روز پرچم دولتی و افتتاح خط آب نوشاکی تبریک نموده گفت که دهه خیدورچف را با شاعران و عالمان و اهل فرهنگش در تمام جمهوری همچون یک دهه شناخته می‌شناسند. این دهه زادگاه شاعر معروف کشور، شاعر خلقی تاجیکستان، استاد کل شاعران حوزه ادبی بدخشان شیرین بنیاد است. بسیاری شاعران معاصر این ولایت حق استادی دارد. شاعری که با شرافت او ده ها نفر از شاعران معروف تاجیک از دهه زیبا منظر دیدن نمودند. باغ بابای خرامان هنوز از اولی سالهای 60 عصر گذشته در سراسر ولایت معروف گشته بود. حتی عالمان از کشورهای گوناگون سابق دولت شوروی به تماشای این باغ می آمدند و از دانش و تجربه باغداریش در حیرت می ماندند. رئیس ولایت به جوانان تشبثکار دهه تحسین خواند و آنها را دعوت کرد که من بعد نیز این اقدام سازنده و همکاری خود را با بخش دولتی و خصوصی
اساسی شریکان روش به خاطر مهیا کردن زندگی شایسته برای نسل امروز و فردا همکاری نمایند. وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان جمعه دلیر شوفقیر گفت که همین حالا سر راه به محل ساختمان نیروگاه سبزار رفته با وضعیت کارهای آماده سازی برای گذاشتن ته‌کرسی نیروگاه شناس شدیم. قابل ذکر است که اکثریت مهندسان و برنامه‌سازان لایحه این نیروگاه متخصصان محلی هستند. ما کوشش خواهیم کرد که به ساختمان این نیروگاه بیشتر جوانان ناحیه را جلب نماییم. حالا کارهای آمادگی با مرام در محل ساختمان ادامه دارند و امیدواریم در آینده نزدیک کارهای اساسی آغاز خواهند یافت. صرف نظر از کارهای زیادی بنیادکاری هنوز هم در مسئله تامین نیروی برق مشکلات وجود دارند. نزدیک به 15 سال ساکنان ویلایت در دوام 24 ساعت از نیروی برق تامین بودند، اما امسال به سبب کاهش آب کول رودخانه‌ها تولید نیروی برق در نیروگاه پامیر یک کاهش یافت. از مشتریان این نیروگاه خواهش می‌کنیم که نیروی برق را صرفه‌کارانه استفاده برند. اگر یک خانواده نیروی برق را از حد زیاد استفاده برد، این معنای آن را دارد که چندین همسایه خود را از برق محروم می‌سازد. ساکنان دهه به رئیس ولایت یادگار فیضوف، وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های جمهوری جمعه دلیر شوفقیر که به تاریکی شب و هوای سرد نگاه نکرده در افتتاح خط آب نوشاکی شرکت داشتند و به شادی آنها شریک شدند، اظهار سپاس بیان نمودند.